سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان محترم. ببینید دوستان، هیچ وقت در صحبت کردن ما اینجوری و با فشار همه کلمات رو ادا نمی‌کنیم و شدت و ضعف خوانش کلمات بر اساس معنی و کاملا به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته. به عنوان مثال، سلام، احوال شما خوب هستین؟ قربان شما. در آواز هم باید به همین شکل باشه و با درک عمیق شعری که می‌خوایم بخونیم باید به ناخودآگاهمون اجازه بدیم که نوانس و داینامیک رو روی آواز ما اجرا کنه و ایجاد کنه. به عنوان مثال در آواز خوندن، دیگر ای برگشت مژگان، از نگاهم رو مگردان، دین من دنیای من از عشق جاوی دان تو رونق گرفته.